امروز شما لجام دولت در دست شما نیست. در تاجیکستان بسیار حاکمیتی است. حکومت تهمینه رحمانوف، حکومت حسن سعداللهیف، حکومت امان الله حکوموف، حکومت رستم رحمانوف و حکومت نورالدین رحمانوف. این حکومت ها بین هم رقابت دارند. این حکومت ها بین هم جنگ میکنند. بعضا این جنگ ها تا تیراندازی می رود. این حکومت ها ارتش خود را دارند. این حکومت ها محافظای خود دارند. این حکومت ها بیزنس خود دارند. دیگر شما پرزیدنت نیستید. دیگر شما رهبر کشور نیستید. دیگر شما فقط ترانه گوش میکنید. دیگر شما فقط پرده قاسم و بابای فیض را گوش میکنید. برای شما سرودی دیگر نیست. برای شما ترانه دیگر نیست. برای شما شعر دیگر نیست. فقط یک شعر هست و یک نقره دارد. زنده باد جناب عالی. محترم رحمانوف، دیدی که نشد منکر رود میگویند.